بچه که بودم فکر میکردم یه مادر گذاشتن اونجا و با شیرش بیسکویت تولید میکنن. بیسکویت مادر. میدونستید جز این 3 تا طعم دیگه هم داره؟ طعم نارگیلی، طعم عسلی و طعم شیر زبدر. ولی نارگیلیه رو میخوام باز کنم. وای چه بوی خوبی میده. روش نوشته 10% نارگیل طبیعی. چقدر خوشمزه است. خدای این مادر چه بیسکویت سبکیه. روش هم مادر گلدوزی شده. به عشق همه مادرای سرزمینم بکوب لایکو. آقا واقعا خوشمزه بود. من طعم نارگیلیش خیلی خوشم اومد. بعدی طعم عسلی. عسلیش قشنگ بوی عسل میده. عسلی باید بوی عسل بده دیگه. می‌خواستی بوی تریاک. بوش خوبه ولی آخر که قورت میدی ته دهنت یکم تلخ میشه. نمیدونم چرا. بریم بعدی. اصلا امکانش نیست تو ایرانی باشی و بیسکویت مادر نخورده باشی. قورت شد. این همون طعمیه که دوبار شیر، یعنی شیر زبدردوه. چه باله. سبکه، حال میده. خوراک اینه بریزی تو شیر هم بزنیم. وای بذار بیارم. آخ جان. از این طعم 3 شیره میریزم. ببخشید 2 شیر. نارگیلی میریزم. عسلی یه دونه میندازم. این هم که اصل شیر مادر. بیسکویت مادر ببخشید. آخ طعم بچگی‌ها مونده. بریم برای میکس کردن. وای همین الان پاشو برو سر کوچه یه بیسکویت مادر با یه شیر بگیر برگرد بیا اینو درستش کن. اگه خوشت اومد حتما منو سابسکرایب کن.